esa Abu Dovud Tayolisi rivoyat mekunad az tariqi Zuhayr ibn Muaviya az Hasan ibn Hur an Qasim ibn Mukhaymira an Alqama ibn Qais عن ابن مسعود حديث التشهد في آخره فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعود. مسألة اختلافي يعني إن دليل أحناف إن دليل أهل كوفة. نعم فهمت؟ إن دليل أهل شيء أهل كوفة. نعم يعني حديث التشهد مبيارات سوني بعض حديث التشهد مباشرة من قول مبيارات كي فإذا قلت يعني من حديث التشهد بوي التحيات لله نعم اللهم صل على المهم تشهد خودش بوي فقط قضيت صلاتك قضيت أي تمت صلاتك نماذج تمام پر شد إن شئت فقم اگر خواسته خست و اگر خواسته ششته سلام ده ایدن چه شرط سلام دادم خست براف کو اپای کورچا فهمدید ایدن چی میشد یعنی سلام از رکن نماز نمیمونده سلام چی گفتیم یعنی درست مهمنده رکن نماز گفتیم نزد احنافند رکنی سنه یعنی خروج از صلات نگم بی ای حدث یعنی همین تشهد گفته طهارت شکنانده خلاص نماز تمام شد ها نه تمام شده چه خیر بعد سلام یاد میکنه بعد سلام چیکار کنه دیکنه که یا نمی خلاص تشهد گفته شدید ها خلاص سلام نداد مثلا خلاص عصای چی فهمدید یا نفهمدید سلام ایدن چی بیابه سنه رکنی حکمش اگر سلام تی خوب تر اگر نتی باکی نداره فهمدید یا نفهمدید تشهد اگه خوندی کفایه ابدا تمام فهمدید یا نفهمدید این چیه هم بخاری رحمه الله حدیث انما الاعمال بالنیات کتاب حیلنده آورد ها کتاب حیلنده حدیث انما الاعمال بالنیات آورد با حدیث چی آورد نام حدیث نعم إن الله لا يقبل نعم إذا أحدث أحدكم فلا يقبل صلاته نعم حتى يتوضأ چین داورد یعنی کتاب حیلند داورد اگر کسی که طهارتش کند نمازش الله قبول نمیکند حتی که طهارت کند کتاب حیلند داورد ها بعضی اهل علم حیران شدن برای چی ندید آورد کتاب حیل به چی دخلش است خاصتا عینی یعنی چی شده یعنی بیزاته شده از این چیز ها این یعنی چی یک نیتی بد کرده تو از بخاری مولا برای من گفت که نه گفتی نه بعض نسخه بخاری اینجا بنوارگی بعض نسخه این کتاب حدیث اینجا بنوارگی فهمیدم مقصد چیه این حدیث ها یعنی جان بخاری چی گفتنی بخاری رحمه الله چه خیلی یعنی 7000 حدیث هم میشه بچکاری یک حدیث کن ها قبول کن مقصد بخاری اینجا اند چی یعنی معناش یعنی تو جماعت اند شته ها تشهد خونده شده ها تشهد خونده شده جماعت مثلا چه نمازند اعمال سلام انتظار این چیکار کرد مثلا این کوفی طهارت شکست ها بعد از تشهد گفتن ها طهارت شکست یعنی فهمید یعنی لیکن نمیگفت که مردم طهارتان شکست یعنی ها لیکن چی میکند یعنی میشیند یعنی ها میشیند چون امروز مردم سلام میتید میبرد یعنی مردم نمازش با سلام تمام شد نماز این بچه تمام شد فهمید نه فهمید هم به بخاری گفتن این حیله محرم این چیز وقتی که اگر مثلا حتی از سلام یک نفس پیش طهارتت که شکست های نمازت باطل میشه رفتن نماز یاد کن یعنی فهمید اینا معنیش چی میشه یعنی نماز یعنی نام تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم کجا شد این چیز نماز میدروی به تکبیر میبروی به تسلیم الله اکبر که گفتی خلاص تو حرام دنیا تو به حرام یگون کار دنیا کردن تو به ممکن نه یعنی تو سلام نتی ابجو افتن این چیز یعنی فهمید برای همین این چیزا آورن ها این چیزا آورن این حدیث نه این چه حدیث نه این مدرج بوده یعنی فهمید